سوال خیلی از شما که او خط آبی ما از کجا گرفته بودم، با اینکه چند بارم برای شما توضیح دادم نشون دادم دوستا، ولی خب بازم سوال زیاد بود و خواستم دوباره جواب بدم. شاید ویدیو قبلی نتونستین پیدا کنین یا ندیدین چون ویدیو زیاده و امروز ما هم در مورد خط آبی برای شما دوباره معلومات بدم که از کجا میتونین بگیرین و چی رنگ‌های داخلی چی رنگ‌های دیگه هم داره میبخشین. شما میتونین قلم آبی از مارک ریوال فروشگاه روزمان و دیم بگیریم که تمام محصولات مارک ریوال دوستا وگانه که مالی قسمت بر شما پیدا میکن. تمام محصولاتی که از این مارک هست وگان، حتی خط لبی هم که برای خود میگیرم از همین مارک ریوال وگان و فوق العاده عالیه. شما میتونید رنگ سفید از این بگیرین، رنگ سبز بگیرین، رنگ آبی بگیرین، رنگ سرخ بگیرین، رنگ قهوه‌ای بگیرین. چند رنگ مختلف داره و قیمت هم اصلا زیاد نیه دوستا. بازم از نزدیک مقبول میگیرم که خیلی گفته بودیم ما عکس بردیم نشون دادیم و گفتن که ما ندارین از این دارن دوستا. شما باید کمی بگردین و بعض از کارمندا شاید حوصله ندارن که بر شما نشون بدن، ولی شما میگم این مارک ریوال از فروشگاه روزمان و دیم میتونین پیدا کنین. قیمت €1 خورده زیاد نیه. من مداد قهوه خورم حالا به شما نشون میدم. قلم خیلی خرد شده دوستان. ببینین بدی این قلم خوردی و اینه که شمیه و وقتی که سر میکنی خیلی باید دقت کنی. به 2 روز از پیش می رقم خورد شد چون که زودی مشکنه. اگر داخل یخچال یا جای سرده بذارین که وقتی که سر میکنین و که نشکنه فوق العاده خوبه. و یکی دیگه هم هست که از مارک ترند آپه که مال نشون میدم، این هم فوق العاده خوبه. این خط لبم دوستا این رو هم بگیرم که بتونید ببینین. این هم میبینید که اینجا دیم نوشته از فروشگاه دیم میتونین فقط مارک ترند آپ پیدا چون از مارک خودم و فروشگاه هسته. قیمت از اینا هم خوبه، €1 خورده زیاد نیه و لبا مترسه نکنه. کلان تبخال زدم دوستا بی اندازه. خدا کنه ویدیو خوش شما باشه، ذخیره کنین و بفرستین به دوستایی که برای از قلم بگشتن و لایک و فالو یا چون تیار خوب خوشحال باشین. الله یار و مددگار شما.